در نام عیسی مسیح به همه شما برادران و خواهران عزیزم در مسیح عیسی درود میفرستم. خوشحالم که در اولین یک شنبه سال جدید با فیض مسیح میتونم کلام خدا رو با شما پسران و دختران خدای آسمان ها و زمین تقسیم کنم. خدا رو شکر برای وجود تکاتک شما که در جای جای این کره خاکی پراکنده هستید، اما در یک بدن روحانی متحدید. آمین که به زودی آن روز عظیم ربوده شدن اتفاق میفته و همه ما از اقصا نقاط دنیا در یک چشم برهم زدن در آن ضیافت آسمانی جمع میشیم و برای همیشه و به عبارتی برای ابدیت با هم خواهیم بود و نقطه پایان گذاشته خواهد شد بر تمام این دوری ها، پراکندگی ها و فراق ها. یعقوب در رساله خودش می نویسه از یعقوب غلام خدا و عیسی مسیح خداوند به 12 قبیله که در جهان پراکندند. خدا وعده داده بود که اونها رو دوباره در زیر یک پرچم گرد هم بیاره و میدونیم که این اتفاق افتاد. اونها مجدداً در سرزمین اسرائیل در زیر یک پرچم و به عنوان یک دولت جمع شدند. به همین ترتیب عزیزان، ما هم به زودی زود در اورشلیم آسمانی، در وطن آسمانی و در آن اقامتگاه ابدی خودمون برای همیشه با هم جمع خواهیم شد. جلال بر خدا. به راستی که اون روز نزدیک هست، پس با صبر در میدان پیش رو بیایید استوار بمانیم و ایمان داشته باشیم که وعده دهنده ما در ارتباط با تمام وعده هایی که داده و از جمله وعده ربوده شدن وفاداره. آمین که ما هم به فیض خدا در آن مشارکت خواهیم داشت. عزیزان، اگر اجازه بدید به چند آیه با هم نگاهی داشته باشیم و بعد بر مبنای این آیات من صحبت کوتاه امروز خودم رو ادامه میدم. ابتدا بیایید نگاهی داشته باشیم به رساله به فیلیپیان باب 3 آیه 7 که می‌فرماید و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. آمین. در دلم هست یه بار دیگه این آیه رو بخونم. و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. آمین. دومین آیه رو از انجیل یوحنا باب 14 آیه 27 قرائت می کنم. کلام می فرماید سلامتی برای شما می گذارم. این رو خداوند عیسی میگه. سلامتی برای شما می گذارم. سلامتی خود را به شما می دهم. نه چنان که جهان می دهد. من به شما می دهم. دل شما مضطرب و هراسان نباشد. واقعا خدا رو شکر برای این آیات.
و سومین آیه رو از رومیان باب 5 آیه 1 میخونم. رومیان باب 5 آیه 1. پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. جلال بر خدا. همونطور که متوجه شدید، تمرکز من در این پیغام صبحگاهی بر روی عنصر سلامتی هست. اما نه سلامتی از منظر دنیا، به قول مسیح نه چنان که جهان میدهد. در انجیل یوحنا 14:27 الان خوندیم. گفت سلامتی خود رو به شما میدم، نه چنان که جهان میده. پس صحبت از سلامتی، اما نه سلامتی از منظر دنیا، بلکه یک سلامتی که از جنس آسمانه، از جنس خداست. عیسی گفت سلامتی خودم رو به شما میدم. این سلامتی عزیزان یک سلامتی روحانی هست که از جنس آسمانه. ما میدونیم انسان به واسطه گناه اولیه مبتلا به یک بیماری شد. آلوده به یک ویروس شد. بیماری و ویروس گناه. و میدونیم که در اثر آلوده شدن به ویروس این بیماری بین انسان و خدا جدایی افتاد. چرا؟ چون انسان در حقیقت سلامتی خودش رو از دست داد و خدا که خدای سلامتیه از انسانی که سلامتی روحانی خودش رو از دست داده بود فاصله گرفت. اما در ادامه روند تاریخ نجات به جایی رسیدیم که خدا برای درمان این بیماری و احیای دوباره این سلامتی از دست رفته، حتی با کیفیتی متفاوت‌تر قدم به میدان گذاشت. در اولین قدم لازم بود که پسر خدا قربانی بشه، خون او ریخته بشه تا ما بتونیم از طریق توبه و قرار گرفتن در زیر پوشش این خون عادل شمردگی رو تجربه کنیم و در این بستر بتونیم از طریق تولد تازه سلامتی خدا رو که عیسی در انجیل یوحنا باب 14 به اون اشاره میکنه دریافت کنیم. یعنی اینکه صاحب یک شخصیت جدید بشیم که از سلامتی خدا برخوردار باشه. آمین. معادل انگلیسی کلمه سلامتی در هر سه تا آیه‌ای که در ابتدا قرائت کردم واژه پیس هست. پیس به معنی صلح. مثلا در متی به معنی صلح هم هست. مثلا در متی باب 5 آیه 9 که میگه خوشا به حال صلح کنندگان، برای صلح کنندگان از واژه پیس میکرز استفاده شده، یعنی کسایی که صلح رو ایجاد میکنن. پس در حقیقت صحبت از سلامتی و صلح با خداست. در واقع انسان گناهکار که سلامتی خودش رو از دست داده دیگه در صلح با خدا نیست، بلکه برعکس در جنگ با خداست. طبیعت گناهکار انسان، انسانیت قدیم بشر در یک جنگ بی امان با خداست، چرا که شیطان به عنوان دشمن شماره 1 خدا در طبیعت انسانی که
سلامتی روحانی خودش رو از دست داده لانه میکنه، خیمه میزنه و او رو بر ضد خدا میشورانه. مزمور 2 در آیات ابتدایی به خوبی گویای این وضعیت انسانی که سلامتی خدا رو از دست داده. اگر به آیات 1 و 2 در مزمور 2 نگاه کنید، اینطور آمده، میگه چرا امتها شورش نمودند و طوایف در باطل تفکر میکنند؟ پادشاهان زمین برمیخیزند و سروران با هم مشورت نمودند به ضد خداوند و به ضد مسیح او. یعنی وارد یک جنگ با خداوند، با مسیح او شدن. لذا وقتی که انسان سلامتی و صلح با خدا رو از دست داد، به نوعی هم با خدا وارد جنگ شد، هم با هم نوعان خودش و هم با خود وجودیش. دقیقاً به همین خاطره که دنیا در وضعیت کنونی که شاهد هستیم گرفتار شده. انسان‌ها هرچه بیشتر از خدا دور شدند، از همدیگر هم دور شدند و به جان هم افتادند. اگر به افسوسیان باب 2 آیه 14 نگاه کنیم، می‌فرماید زیرا که او، یعنی عیسی، سلامتی ماست. زیرا که او یعنی عیسی سلامتی ماست که هر دو را، که اشاره به یهود و امتها داره، میگه که هر دو را یک گردانید و دیوار جدایی را که در میان بود یک گردانید. پس عیسی سلامتی و صلح ماست. در یوحنا باب 14 چی خوندیم؟ خوندیم که عیسی گفت سلامتی خودم رو به شما میدم. از طرف دیگه عزیزان، ما الان خوندیم که عیسی خودش سلامتی و صلح ماست. رومیان باب 8 آیه 6 هم میگه تفکر جسم موت، مرگ، لکن تفکر روح حیات و سلامتی است. پس عیسی که سلامتی و صلح ماست، از طریق سکونت در ما به واسطه روح القدس ما رو وارث صلح و سلامتی خدا میکنه. لذا نتیجه میگیریم که اگه عیسی سلامتی ماست، پس در هیچ مذهب و تفکر غیر مسیحی امکان برخورداری از سلامتی و صلح خدا وجود نداره. پس ما بسیار باید خوشحال باشیم عزیزان که به عنوان ایمانداران مسیحی این امکان رو یافتیم که وارث این سلامتی و صلح باشیم. و همونطور که در افسوسیان باب 2 آیه 14 خوندیم، برخورداری از مسیح که سلامتی خداست عزیزان همه را یک می سازد. یعنی در نتیجه این برخورداریه که برخورداری از مسیح سلامتی خداست که انسان‌ها میتونن با همدیگه وارد یک صلح پایدار و عمیق بشن. در واقع دنیا به انسان یه برانگیختگی گذرا، یک هیجان موقت میده، اما سلامتی خدا ما رو وارد یک آرامش عمیق در ارتباط با خدا، با خود و با انسانهای دیگه میکنه. چرا که کلمه‌ای که سلامتی ترجمه شده و به معنای صلح هم هست، مفهوم آرامش رو هم در خودش داره. در واقع اگر دقت کرده باشید، کسی که در صلح با خدا نیست، سلامتی خدا رو نداره، اون آرامش حقیقی رو هم نداره. پس همیشه با خودش در جنگه
و کسی که با خودش در جنگه چطور میتونه با دیگران در صلح باشه؟ پس طبیعتاً با انسانهای دیگر هم در جنگ خواهد بود. در جای مطلبی رو میخوندم برام جالب بود، میگفت تا زمانی که انسان در سلامتی و صلح با خدا نباشه ممکنه در گرداب هیجانهای موقتی واقعیت‌های تلخ خودش رو در رابطه با خدا فراموش کنه و برای مدتی در عین دوری از خدا موقتاً خوشحال باشه و یه جورایی حس خوشبختی داشته باشه. اما میگفت چنین زندگی‌هایی مثل زندگی در برخی از جزایر آفتابی اقیانوس آرامه. میگفت گاهن آتشفشان‌هایی خاموش، طبیعتی که در زیر آفتاب میدرخشه و لبخند میزنه و به ظاهر آرامشی وصف ناپذیر همه جا رو در بر گرفته و لذتی درونی و ذهنی که عزیزان اونها رو در بر میگیره. اما ناگهان روزی میرسه که ابرها متراکم میشن، زمین میلرزه، آتشفشان‌ها فوران میکنن، مواد مذاب و آتش به بیرون جاری میشن، دریا به خروش در میاد و هر موجود زنده‌ای میمیره و تاریکی دهشتناکی همراه با یه ویرانی عظیم همه جا رو در بر میگیره. بله برادر و خواهرم، من و تو نیز ممکنه در کنار این آتشفشان به ظاهر خاموش زندگی کنیم و خبر نداشته باشیم، مگر اینکه ریشه ایمان ما در مسیح دوانیده شده و عمق گرفته باشه و سلامتی و صلح و آرامش خدا رو برای ما برمغان بیاره. پولس رسول در رساله به فیلیپیان که در ابتدا قرائت شد آرزو میکنه که سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل دلها و ذهنهای ما رو در مسیح عیسی نگاه بداره. در حقیقت دل و ذهنی عزیزان در مسیح استوار میمانه و حفظ میشه که صاحب این سلامتی باشه. سلامتی که کلام میگه قابل اندازه گیری نیست. آرامش و صلحی که اگر تمام عقلای جهان متحد بشن قادر نخواهند بود به انسان بدن، چرا که فوق از تمامی عقله، فوق از تمامی عقل این جهانه. این چیزی نیست که با لیاقت و اعمال مذهبی و تلاش انسانی و تکنولوژی به دست بیاد. این یک هدیه از جانب خداونده، خدایی که بیکرانه، نامحدود و بی نهایته، خدایی که جهان گنجایش او رو نداره. سلامتی و آرایش و اون آرامش اهدایی از طرف این خدا هم قطعاً فوق از تمامی عقل باید باشه. عروس عیسی مسیح، برادران و خواهران من، محتاج این سلامتیه. سلامتی، صلح و آرامش خدا. در بستر این سلامتیه که ما میتونیم مطیع کلام خدا باشیم. چون کسی که در آشتی با خداست در تسلیم کامل نسبت به کلام خدا زندگی میکنه. در این بستره که شخص ایماندار میتونه خودش رو در اختیار روح القدس قرار بده تا او رو به طبیعت الهی آرایش بکنه و از هر آنچه که از زنگارهای این دنیا بر افکار و دلش نشسته پیرایش کنه. ایماندار در این بستر با خدا هرگز
وارد جنگ و جدل نمیشه. با کلام خدا مقاومت نمیکنه، چون در آشتی و صلح با خداست. لذا در مرحله بعد میتونه با برادران و خواهران ایمانی خودش هم در یک صلح پایدار زندگی کنه. پس الان به راحتی میتونیم نتیجه بگیریم که عزیزانی که در کلیسا با دیگران دچار تنش میشن یا بی جهت با خادمین کلیسا درگیر میشن، مرتب در حال انتقاد و خردگیری هستند بدون اینکه خودشون باری از بارها رو بردارن، و یا مرتب در میان کلیسا و دنیا میلنگن، در میان خواسته های کلام و خواهش های دل، یک روز اینجا هستند و یک روز اونجا. اینها کسانی هستند که دلها و ذهنهای اونها در سلامتی، صلح و آرامش خدا محفوظ نمانده. باشه که خداوند به ما فیض ببخشه که مردان و زنانی باشیم که در طول این سال جدید اولا آیه 3 رو که در ابتدا از رساله به رومیان قرائت کردم بهش توجه ویژه‌ای بکنیم. آیه‌ای که میگه پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم نزد خدا سلامتی داریم. طبق این آیه ایمانداری که سلامتی خدا رو نداره باید به عدالت خودش هم در مسیح شک کنه. و دیگر اینکه دعا میکنم که با توجه به عبرانیان باب 12 آیه 14 همه ما در این سال در پی سلامتی و تقدسی که به غیر از آن هیچ کس خدا را نخواهد دید بکوشیم و جد و جهد بکنیم. برکت خدای قادر مطلق با جمیع ما باشد و بماند. به نام عیسی آمین.